لیفت سورخ با نخ و تب سوزنی یعنی کشیدن، لیف و جوانسازی پوست با نخهایی که قابل جذب هستند و تحریک جوانسازی و کلاژن سازی و الاستین سازی پوست توسط تب سوزنی. نخ باعث برطرف شدن چین و چروک‌های صورت میشه، شلی پوست رو برطرف میکنه، باعث زاویه سازی صورت میشه و خط اخم، خط خنده رو از بین میبره، چین‌های موجود در پیشانی و دور چشم رو از بین میبره. در نتیجه باعث زیبایی جوانی پوست میشه. این روش 1 الی 2 سال بسته به جنس پوست و سن فرد دوام داره. مراقبت‌های بعد از کاشت نخ در صورت اینه که تا 3 هفته از ورزش‌های سنگین و سونای بخار خودداری کنید، تا 1 هفته از داروهای رقیق کننده خون استفاده نکنید، به طرف صورت نخوابید، صورت رو ماساژ ندید، محل کاشت نخ و دستکاری نکنید. کبودی‌های جزئی در طی 2 الی 3 روز برطرف میشن. حتما داروهای رقیق کننده خون تا 1 هفته مصرف نشود.